چند تا از اختلالات و بیماری‌های روانی مهم که آثارشون رو میتونیم توی رمان‌های معروف دنیا ببینیم. دپرشن یا افسردگی عمیق، اضطراب، احساس گناه وسواسگونه و انزوای اجتماعی. شخصیت راسکولنیکوف در جنایات و مکافات داستایوفسکی. نارسیسیسم یا خودشیفتگی بیمارگونه، نیاز به تایید دیگران، ترس از پیری، ناتوانی در همدلی با دیگران. تصویر دوریان گری، اسکار وایلد. اختلال شخصیت مرضی یا مرزی، بوردرلاین. کاترین و هیتکلیف در بلندی‌های بادگیر امیلی برونته. ترس از طرد شدگی، عشق و نفرت افراطی و روابط ناپایدار. افسردگی شدید همراه با علائم اسکیزوفرنیا، بوفکور صادق هدایت. اسکیزوفرنیا همراه با علائم پارانوید، ذهن زیبا. شخصیت هیجانی نمایشی همراه با علائم بوردرلاین و نارسیسیسم. کتاب دختر گمشده یا گانگر. علائم شدید اختلال اضطراب فراگیر، حس خودکمبینی بیمارگونه و احتمال شخصیت وابسته. کتاب ربکا اثر دافن دوموریه.